با آنم نفران مردم غریب که دستگیریش برای نمی توی ما هر یک نفری که هستن سمیخشون گذاشته بودن. کم برای زن میگه درست لرز نیستن ها بچه سبب بود نه؟ پرفو حدیثه سورو خده ایش وگره سازون نیحالا دیگر چیزی نگویی روز دورانای خوابم نیامد و در دلم ما شدیم رحیم پرودکشن. ما پیش خدا همین برات می طلبیم بر قدیم مبارکت شکستی نرسید. میگن دوستان سینمانگر بدانی زبانی اندنانی اندجانی بنانی نامیده از در بیرانش نوازش کن به دوستی زبانی ولی دوستی جانی را به دست سار و جانش جان به دیگر میتوانی. البته در این خاندان دوستی چیلخان به حد زیاد هستند. میخوایم هر یک کمیانها را به نزد جمعوی دعوت کنیم. البته اثر گروه رحیم پرودکشن دعوت میکنیم. اکای رحیم یا لحظه به نزد ما با همراه گروه محترم کوش سیاره شیرالی همه یان اکتیارانی که در این گروه بازی میکنن یک لحظه به نزد ما. خوش در که جای خوش خدا نگرد خطه فرمت همه میگم مصفره چی هست؟ شیام کمارگت با کشا قاشی جبیا آهه ایجا مارا رحیم جون گلکو یعنی میشم گاونو میزنم با گلکو جان نشم با گاونو میزنم. سخن نوبتی با راهبر گروه رحیم پرودکشن اکای رحیم جان سخن با شما اول کمون است. ازور آمد پیش از همه گفتنیم که دوستان برادران و نفرانی که این لحظه در توی اکای ما یعنی اکای چیلا خان حضور داره. همه شما را مردمی کنگرد برادران اکا نفرانی که برای اکای چیلا سمیخچون گذاشته بودن دستگیری کردن. مثال ما در یوتیوب برنامه کردیم برای برادر عزیز ما اکای چیلا که بهترین شخص های و با آنم نفران مردم غریب که دستگیریش برای نمی توی ما هر یک نفری که هستن سمیخچون گذاشته بودن. هزار رحمت با مردم کنگرد که اینقدر مهمانداری کردن ما را دستگیری کردن در توی چیلا همه کسا سرجم شدن. اگر همه کسا چیلا را دوست بداریم یک کفگویی کنگردیه چیلا جون 100 ساله شوی همه وقت انمی خیل باش فهمیدی؟ نه که گودکات کلام بیا فهمیدی؟ خدا نگهبانت باشه. هزار رحمت کلام با دقت کن با میبینیم شاگردا چیکار کنم میتونم. البته پیش از سخن سر کردن همین میگم چیلا جون تک بوتا یکم برای زن میگه درست لرز نیستن ها بچه سبب بود نه؟ چیلا جون نازنین دوستی عزیزم بچه سر نور در نور بودم برام من خواستم برامت کنم نه که خواستم فقط رقص کنیم. من خیاسته کردم جون فقط برامت همه سرمون برامت خواستم یه روز برامت رقص کنیم برای برقص تبریکات منم گفتم همه قرار کردم مردم همه خواست که ما خرسان بودیم هم خیلی با خاطر چرا دون یک کرسکی کنگردی ملدیس سخنی من همه چیلا جان صاحب چوجوی عرصات شوی دیگه یکون گپ ندارم فقط در گروه پیما یک گپ پیما دوست برای پل انتخاب نمیکنیم یک مینی ابیشه میر رباطیم دوایتی عروسه در بوره ستینکم مونده تماشو نکن مونده جیان بساز تمام آباد باشی اکای چیلا جان توی مبارک خدا 100 ساله شوی توی مبارک شود شیرین شود شکر شود زدگیش بسیار شود
جون برادرها اینامی اهل گروه اینامی مخلصای رحیم پروداکشن مخلصای خوش محترم خوش مخلصای سیارابونو اپای ماینه اپای گنجینا بینه برادرم شیرالی دولت نرخول بتمن اینامی اهل مردمی کنگل برادری بوز بالام چیلا جونا بینه روزی خرسندی تبریک میگم چیلا جون 100 ساله شوی باشی نمیره باشی هی نمی چی درده دورم من جنبست که زنده باشین توی مبارک شده سای توی مبارک شده سای زنده باشین سلامت باشین دوستان عزیز نگفتنمونم که یک سخنه پرفو حدیثه سورو خده ایش وگره ساز و نیحالا جمالی آراسته پیراسته بازی نکو کار و دل روانه با سرودهای عاشقانه و تویانه طبع ما و شما را بالیده میگرداند البته به همگان معلوم است دانیالی سفرزاد مرحبا سر و پای هنر زنده باشین همه کسا رحیم پروداکشن خوش اومدید احسان برا زنده باشین پشتوه نرخل جان اپس ایرابانو همه کسا خوش اومدین زنده باشن مردمی کنگر زنده رفتیم ای جاش سلام علیکم زنده باشین سلام باشین سلام از نام خدا از نام علی سند خصوصا از نام بحری مردم کنگرد زمین زنده باشین الان یار جان خطر داره جدایی شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی دو روز دورانه نیحالی به ثمر داره جدایی شرشر بارانی توی شلخان جانی دیگر چیزی نگویید دو روز دوران جیگو بیما سماچا سرالی کامچیز کن شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی روز دورانی بخواه از نامه شادم نکرد شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی روز دورانی با مکتب خانه عشقی که بودم شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی روز دورانی شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی دو روز دورانی الان یا جان خطر داره جدایی نیحالی به ثمر داره جدایی بیا کی آب توی جان شیده کی برگیری به خبر داره جدایی شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی دو روز دورانی شرشر بارانی توی یک جانی دیگر چیزی نگویی دو روز دورانی دیگر چیزی نگویی دو روز دورانی
دیگر مسئولیت برای آرسی تنکون از این حال میله نکنه دیگر مسئولیت باره نرود بکنی دیدار دیگر نرود و جستجویت دیگر نرود و جستجویت شب محشر و سرم آمد که
شبان چشمی شهلای الانش